مطالعه با خوندن متفاوته. یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان بحث اشتیاقه، شوق به یادگیری، شوق به کتاب، دوست داشتن کتاب. بچه‌های ما، دانش آموزان ما چقدر به کتاب شوق دارن، چقدر نسبت به یادگیری علاقه نشون میدن. متاسفانه علاقه بچه‌ها نسبت به یادگیری به شدت افت کرده. بچه‌ها از درس خوندن زده شدن، بچه‌ها مجبورن درس بخونن. چرا اینو میگم؟ شما نگاه کنید وقتی که مثلا یک زنگ بچه‌ها تعطیل میشن، یک معلم نمیاد، وقتی یک روز مدرسه تعطیل میشه، چقدر بچه‌ها خوشحال میشن. این یه نشونه است. چرا بچه‌ها از درس خوندن زده شدن؟ چرا بچه‌ها مجبورن؟ به خاطر اینکه بچه‌ها مطالعه کردن بلد نیستن. متاسفانه سیستم آموزشی ما فقط خوندن به بچه‌ها یاد داده. خوندن با مطالعه کردن متفاوته. خوندن یک بخش از سیستم مطالعه است. مطالعه یک سیستم، یک جریانه. از دوران دبستان به ما حروف الفبا رو یاد دادن. گفتن این حروف رو به همدیگه بچسبونید میشه کلمه. کلمات رو بچسبونید میشه جمله و به همین شکل ادامه بدید. این میشه خوندن. اما مطالعه کردن چیه؟ مطالعه سیستمه، مثل یه ماشین. ببینید یه ماشین یک سیستمه. چرخی داره، فرمونی داره، اتاقی داره، موتوری داره و اینا با همدیگه در ارتباطن. شما فرض کنید که من یک چرخ ماشین رو بردارم و بخوام با این برم مسافرت. چه اتفاقی میفته؟ بعد از 10 متر چرخ رو میندازم و رها میکنم. چرا؟ به خاطر که کمک که نمیکنه، هیچ، بار من شده. من اذیت میشم. دقیقاً همین اتفاق داره در سیستم آموزشی ما میفته. یعنی مطالعه بخش‌های مختلفی داره، فقط یک بخش رو به بچه‌ها دارن یاد میدن. مطالعه بخش دیگه‌اش چیه؟ تفکر، تجزیه و تحلیله. اینکه من چگونه راجع به مسئله ها فکر کنم. یک بخش مهم مطالعه تجسمه، تصویرسازیه. یک بخش مهم مطالعه یادداشت برداریه، تمرکز، حافظه است. چگونه اطلاعات رو در ذهنم نگه دارم. خلاقیت. ببینید کجا با بچه اینها رو کار میکنن. برای همین بچه ها زده میشن. خب ما تو این پیج قصد داریم که انشاءالله بحث مهارت‌های مطالعه رو برای دانش آموزان و دانشجویان مختلف تبیین کنیم. اگر با ما همراه باشید شما تبدیل به یک مطالعه کننده حرفه‌ای میشید و با کتاب دوست میشید، عاشق یادگیری میشید. انسان گفتم ذاتاً یادگیرنده خلق شده. وقتی عاشق یادگیری بشید دیگه از درس خوندن فرار نمی کنید. حافظه شما قوی تر میشه، عمق یادگیری شما بیشتر میشه و طبیعتاً در آزمون‌های مختلف نتیجه بهتری خواهید گرفت. موفق باشید.